من به عنوان یک مادر پیشوری روزها 1 ساعت از وقتم رو در اختیار گربه هام قرار میدم و به روتین روزمرهشون رسیدگی میکنم. اولین و مهمترین کاری که انجام میدم نظافت ظرف خاکه که برای ما مادر پیشوری‌ها یکی از مهمترین کارهاییه که چندین بار در طول روز باید حتما انجام بشه. بعد از اون نظافت ظرف غذای گربمون هست که روزانه باید شستشو انجام بشه و ضد عفونی بشه. حالا میریم سراغ روتین روزانه گربمون. اولین کاری که میکنم چشمای گربمو با محلول INB تمیز میکنم. یک محلول فوق العاده برای پاکسازی چشم گربه هستش. بعد از اون از قطره گوش اکسیفرش استفاده میکنم. حتی میتونین داخل گوشش هم این قطره رو استفاده کنین تا جرم‌های اضافه تمیز بشه. و از یک ناخنگیر اگه ناخن‌های بلند داشته باشه ناخن‌های گربمو کوتاه میکنم. بعد از اون از پودر INB استفاده میکنم و زیر چشم گربمو با براش مخصوص تمیز میکنم. با استفاده از اسپری دندان اکسیفرش دندونای گربمو اسپری میکنم روی لثه ها و دندان ها. به خاطر اینکه مسواک زدن برام سخته و اسپری بهترین راهه برای این کار. بعد از اون از اسپری بدن گربه استفاده میکنم که یه عطر فوق العاده داره، نگم براتون بوی عسل میده و موهای گربمو بسیار لطیف میکنه. و بعد شروع میکنم به شونه کردنش. همونطور که میبینید مثل دسته گل شد کیتی. قربون اون چشای تمیزش هم برم. الان حسابی گشنش شده. میریم سراغ غذا. سعی میکنم روزانه از یه بافت نرم برای غذای گربم استفاده کنم مثل پوچ یا سوپ تا برای گوارشش مفید باشه. همونطور که میبینید چه بافت لطیفی داره و خیلی هم خوشخوراکه. بعدش از پروبیوتیک اوریدی ورتیساینس استفاده میکنم و یه دونه داخل غذای گربم میکس میکنم تا راحت تر بخوره و بهانه نگیره واسه خوردنش. میریم غذای کیتی خانوم رو سرو کنیم و بعدش نوبت چیلی خان هست که روتین روزانش رو انجام بدیم. توپل خان بیا بریم. توپل خان وقتی داشتیم فیلمش رو ضبط میکردیم متاسفانه برقا رفت و فقط قدرت پاک کنندگی INB ضبط شدش. تمام این محصولات رو میتونید تو پت شاپ کتیکورن تهیه کنید برای روتین روزانه گربتون. مرسی که امروز با من بودین.